نهمی حکم ما شما دیدیم که این چی است؟ عکس العمل خطرناک فرعون است. حالا فرعون چی میگه؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. شما به این ایمان آوردین پیش از اینکه من شما را اجازه بدم. ان هذا لمکر مکرتموه. این دسیسه هست، برنامه هست، توطئه هست که شما این انجام دادین فی المدینه، در شهر، لتخرجوا منها اهلها، که اهل از شهر از این خارج بکنید. فسوف تعلمون. شما نتیجه کارتان میفهمید. ببینید اتهامات دشمنای الله را که بالای مؤمنین چه قسم اتهام میبندن. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. میگه من قطع میکنم دستای شما را و پاهای شما را برخلافش. حال ببینید که تروریست کی هست، جنایتکار کی هست، قاتل کی هست، کسی که حق نمیپذیره کی هست. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم. وقتی که اونا ایمان آوردن، حالا هنوز ساحرایی که آمدن از خود فرعون اینا را آورده بودن و ایمان آوردن، نه صلاح گرفتن تاوال، نه مهماتی گرفتن، نه کدام موقف گرفتن، فقط ایمان خود بیان کردن برشان و حق گفتن که این حق است. تو من آورده بودی برای اینکه ما بیان بکنیم که چی حق است چی باطل. حق معلوم شده. اینا موسی علیه السلام به حق است، پیغمبر الله هست، راست میگه، رب العالمین رب همه ما هست و این سحر نیست، معجزه هست و ما این ایمان آوردیم. لکن فرعون که خودش حالا یک تروریست خطرناک هست، حالا چه قسم جنایات خدا میکنه؟ میگه که لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. من قطع میکنم دستا و پاهایتان از خلاف. یعنی چه قسم از خلاف؟ دست راستان قطع میکنم، پای چپتان که هیچ کار زندگی کردن ندارن. دست چپتان پای راستان که بیخیمتان شل شد بانه و باز تنها ایلایتان میتونم که تا نیمجان کار میکنه. نه ثم لأصلبنکم اجمعین. باز کلتان وقتی که دست و پایتان یک دست یا پایتان قطع کردم، باز شما را در صلیب هم چیز است که تو سابق می ساختن، یک دست شده طرف دست میگه، یک شده طرف دست میگه و این شما را در صلیب، یعنی مثل دار شما را میزان میکنه، قطع میشه و آخر تا که خون بره و بره و بره شما لأصلبنکم اجمعین تمام میشه. قالوا حالا کسایی که حق فهمیدن، میتونه کسی که حق فهمید، توحید فهمید، با دسیسه، با اصطلاحات غلط، با فریبکاری، با جنگ فکری اونا را منحرف بساز؟ نه. اهل حق کس نمیتونه در هیچ شرایط منحرف بسازه، نه به زور، نه به جنگ فکری، نه به صلاح، نه به مهمات، نه به کشتن، نه به قتل. چرا مسلمان موحد وقتی که میفهمه که چی هسته، اگر بندی شدم زندان برای من خلوت است، اگر کشته شدم شهادت است و اگر از شار کشیدن سیاحت است. یعنی مسلمان هیچ نقص نمیکنه. آیا کسایی که فهمیدن که موسی علیه السلام پیغمبر هست و اینا در جستجوی حق هستن، ما این سالها در گمراهی و غلطی روان بودیم، فکر میکردیم که کل چیز که از سحر از سال فهمیدیم که نیست، سحر باطل است، حق در اطاعت از انبیای الله هست. اینا هیچ وقت به تهدیدات فرعون تسلیم نمیشه. از این خاطر و ما یعلم جنود ربک الا هو. کس لشکر الله را نمیشناسه مگر الله خودش. بنان کسایی که دشمن الله هستن اینا هر قدر برنامه بسازن، اما کسایی که اهل حق هستن در فکر خون خود هم نیست. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. انسان مؤمن میفهمه که جان من و مال من برای الله هست، نه گرویده جان خود هست، نه گرویده مال خود. اردویش برای الله فروختن. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. قالوا اینها گفتن که یعنی ساحرها که مؤمن هستند مؤمن شدن و یا صحابه موسی علیه السلام شدن. سبحان الله. یک نفر در یک ساعت از کفر مؤمن میشه و در یک ساعت صحابه به صحابه مبدل میشه، در یک ساعت شهادت قبول میکنه و در یک ساعت نامش در قرآن عظیم شان و صفتش من حیث اهل توحید در قرآن ذکر میشه. اینی رو سعادت میگه الله که برای کسی سعادت میده. به این قسم سعادت
اینا در مقابل فرعون چی گفتن؟ گفتن قالوا انا الی ربنا منقلبون، ما به طرف رب خود میگردیم. اگه ما را بکشی کجا میریم؟ کجا میریم؟ یعنی وقتی ما را کشتی خلاص است به نظر شما؟ ما به طرف رب العالمین میریم. ما باور داریم اگر از این دنیای پر از غم و درد خلاص شدیم به دنیای دیگه میریم که نعمت ها هست. و برش گفتن که ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. تو فرعون تو خود تروریست هستی، جنایتکار هستی و تو از ما انتقام به خاطر چی میگیری؟ 2 ساعت پیش که ما را خواستی از کجا تکت بر ما تو روان کردی، نفر تو روان کردی، از کارهای بادیگاردای که تو روان کردی، امکانات ترانسپورتی و اقتصادی رو کلش تو بر ما مهیا کردی، ما را از کجا در اینجا آوردی و در این قصد بر ما چی چای صبح و نان دیگه شام که خوردیم، چی نان و چی خوراکا و چی فلانی بود. تا چون این کارا رو بر ما میکردی؟ به خاطر که تو در باطل روان بشیم، باطل تو را تایید بکنیم. چرا همه یک مرتبه سرچپه شد؟ چرا از ما انتقام میگیری؟ چرا ما رو در دشمنت قرار میدی؟ صرف به خاطر از اینکه ما ایمان آوردیم با آیات رب العالمین. خب تو دشمن رب العالمین هستی. طاغوت همین قسم هست. لما جاءتنا، وقتی که بر ما دلایل قدرت از رب العالمین معلوم شد و ما ایمان آوردیم، آمنت بالله و ملائکتی و کتبی. آیا این جرم است؟ آیا جرم است که تو آمدی مثلا من به خاطر از اینکه ایمان آوردیم و تو ما را خواستی که حق بیان بگیم؟ حق معلوم شد. تو در باطل هستی، ما در باطل بودیم. حق پیش موسی علیه السلام، پیش هارون علیه السلام، پیش دنیا حق بود. رب العالمین حق است، پیغمبرش حق است، معجزه‌اش حق است. رای ما باطل بود، رای تو هم باطل است. پس چرا از ما انتقام میگیری؟ انتقامت به خاطر از این است که تو دشمن الله و رسولش هستی، تو دشمن حق هستی، نمیکنی قبول. وقتی برای ما حق آمد ما ایمان آوردیم. ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. اینا با الله دعا کردن، گفتن یا الله اگر این دستای ما را قطع میکنن، پای ما را قطع میکنن، وارد صلیب ویزان میکنن، دار ویزان میکنن و حکم قتل ما را میته که کشته شویم، یا الله تو برای ما صبر نصیب بکن در مقابل این مصیبت ها. و توفنا مسلمین، یا الله تو ما را مسلمان بمیران. پس صحابه موسی علیه السلام چی بودن؟ مسلمان هستن. یا با صحابه مبدل شدن. صحابه کی است؟ پیغمبر دیده باشن و پیغمبر ایمان آورده باشه و پیغمبر با ایمان مرده باشه. خب اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همین قسم تعریف میشن. اصحاب موسی علیه السلام این گپ است. کافر مسلمان شد و صحابی مبدل شد. مسلمان هستن. پس دینی که الله فرستاده از زمان آدم علیه السلام تا آخر رسول الله صلی الله علیه و یک دین است، دین اسلام است. هر پیرو پیغمبر ببینی اسلام. ربنا افرغ علینا صبرا، دعایی کی هست؟ دعای ساحرایی که مؤمن شدن به صحابه موسی علیه السلام مبدل شدن. اینا دعا میکنن که ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا ما را بمیران مسلمین. مسلمان. اینا کسی که فکر خدا و اندیشی خدا عقیده خدا و باور خدا و یقین خدا از قرآن میگیره. قرآن میگه که کلاگی مسلمان هست دیگه. اسلام فقط الله یک دین فرستاده که اسلام است، دین توحید. یک باز پسمان مردم میان نامش تغییر میده، این یهودیت جور میکنن، نصرانیت و کریستیان و فلانی اصطلاحات است که اونا جور کردن. اما دین حقیقی الله که است اسلام است. این دینه که تغییر دادن باز نامشان تغییر میدن، نامش باز دیگه چیز میشه. مسلمان وقتی کافر شد خودش نام خودش چی جور که خودش کافر شد، ما برش کافر میگیم. تو نصرانی هستی، تو یهودی هستی. بنابراین تو یهودی و تو نصرانی پیرو موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام شما نیستید. و قال الملأ من قومه، آل فرعون در مقابل اینا قرار گرفت، اینا رو سپاهشان قطع کرد و اینا رو فیصله خود صادر کرد و اینا به شهادت رسید. ماشاءالله نوش جان شد. آل مشاورین و طاغوتای مطبوع، کسایی که برای فرعون در خدمت فرعون قرار دادن، این رؤسا و سیاستمدارا اینا چی میکنن؟ یا دیدن که اونا از بین بردن. آل من به فرعون میگن و قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض.
آل موسی رو مامورای قومش با بنی اسرائیل رو میگذاره که اینا فساد بکن در زمین و یذرک و آلهتک و تو را و معبودای باطل تو را معبودای تو را ترک بکنن. قال فرعون گفت سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم. گفت ما پسرانشان وقتی که نو تولد میشه طفلای جوانایش خو میکشون، پسرایشان حتی طفلایی که نو پیدا میشه کشته میریم و نستحیی نساءهم، فقط دخترها و خانمها را میگذاریم به خاطر خدمتکاری ما و اینا فوقهم قاهرون، ما بالای از اینا بسیار سلطه و قدرت داریم. قال موسی لقومه، موسی علیه السلام برای قوم خود گفت که استعینوا بالله، شما استعانت از الله بخواهید، واصبروا و صبر بکنید، ان الارض زمین که است یورثها من یشاء، برای هر کسی که الله بخواهد بر از اونا میده، من عبادی از بنده هایش، والعاقبة للمتقین، عاقبت برای متقیان هست. شما چند کار بکنید؟ استعانت از الله بخواهید، صبر بخواهید و خلافت الهی برای بنده هایش، برای هر کسی که خواسته باشه میده. و چنین نکته را در نظر داشته باشید که عاقبت همیشه کامیابی، نصرت برای متقی ها هست. دشمن های الله، این فرعونی، لشکرش، کابینش یک چند وقت قدرت می داشته باشه، لکن عاقبت از متقی ها هست. عاقبت از متقی ها هست، چرا اینا لشکر الله هستن و الله اینا رو نصرت میکنه. آل بنی اسرائیل عوضی که صبر بکنن و حوصله بکنن، قال اوذینا من قبل ان تأتینا، گفت قبل از اینکه تو بیایی هم ما اذیت میشدیم از طرف فرعونی ها، و من بعد ما جئتنا، بعد از اینکه آمدی حال هم اذیت میشیم، حالا هم صبر بکنیم. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، نزدیک است که رب شما دشمن شما را هلاک بکنه، و یستخلفکم فی الارض، و شما را خلافت زمین در زمین الله بر شما بده، و این کافرها را که تواقیتی که آمدن و مانع تطبیق خلافت الله در زمین الله هست، اینا را هلاک میکنه. اینا که هلاک شدن، خلافت زمین بر شما میرسه. فینظر کیف تعملون، باز الله متعال او وقت هم که باز شما را در رأس قدرت سیاسی قرار داد، اینا را هلاک کرد، وقت متوجه باشین که الله باز شما را امتحان میکنه که شما چی عمل میکنید، واقعا شریعت الله را در زمین الله تطبیق میکنید و یکی با عقل خود، با فکر خود، با احساسات خود عمل میکنید. چون مسلمان که از در مقابلش چی هستن؟ مثلا ما و شما مسلمان هستیم، قرآن، سنت و سیرت باید از استفاده کرده و انسان حکم الله را از خود شروع کنه تا زمین الله تطبیق بکنه. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، الله متعال میگه که آل ما فرعونی ها را سرشان عذاب های مختلف نازل کردیم. و نقص من الثمرات، خوشسالی ها و نقصان در ثمرات. سنین سالهای سختی از خوشسالی و کمابی و نقصان در غلطشات و حاصلات یپا، لعلهم یتذکرون، اینا ببینن که چوری عذاب ها سر ما آمد. ما مخالف حق هستیم، سر ما عذاب الله میاد. چرا خوشسالی میاد، چرا سختی میاد، چرا مشکلات میاد. خب باید رجوع بکنیم به چی؟ الله متعال میگه که این کلش برازی بود که اینا یاد کنن، تفکر بکنن چرا مصیبت ها سر ما میاد. فاذا جاءتهم الحسنه، وقتی که برای اینا یک حسنه میامد، نیکی میامد، قالوا لنا هذه من فی اسماس، و ان تصبهم سیئات، اگر برشان یک سختی میامد، یطیروا بموسی، باز فال بعد به موسی میگفتن، باز میگفتن این موسی علیه السلام خرابی ها به خاطر تو هست. و ما معه، و کسانی که همراه موسی علیه السلام بودن، الا آگاه باشیم انما طائرهم عند الله، اینمی حالتی از اینا که هست این به نزد الله هست. شما مخالفت الله را کردین، الله شما را جزا میده، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لکن اکثریت از اینا نمیدانستند.
و باز با وجود از که سختی ها را میدن، باز چی میگفتن؟ و قالو گفتن مهما تأتینا بهی من آیه، گفت هر قدر که بر ما دلیل بیاری و معجزه بیاری و هر قدر استدلال بیاری، لتسحرنا بها، تا ما را جادو بکنی بر از اون، فما نحن لك بمؤمنین، ما به تو ایمان نمیاریم. عمر معلوم شد که سحر نیست، معجزه هست، پیغمبر هست. گفت که نه، ما ایمان نمیاریم. الله متعال بر از اینا معجزات متعدد نشان داد. الله متعال میگه فارسلنا علیهم، بالای از اینا میگه نازل کردیم، بالای از اینا طوفان سیل، نه والجراد، طوفان لشکر ملخ سر از اینا میز، کل زراعتی از اینا از برمن، والقمل، در سرشان و در بدنشان، اما شپش میگن، چی میگن؟ شپش اینگه پا هست. والضفادع، آب میروشن، آبشان از بقه پر است. و دم، آب میگیرن، خون است تک تک. آیات مفصلات، دلایل قدرت الله به شکل تفصیلی، 1 2 3 4 5 6 7 8 آیات مختلف. فاستکبروا، الله متعال میگه با وجود کل از اینا تکبر کردن و کانوا قوما مجرمین، اینا مجرم بودن. انسانی که مجرم است، متکبر است، حق قبول نمیکنه. با وجود ازی که خوب میفهمن، تسلیم میشن که اگر ما میبینن که موسی علیه السلام و پیروایش آب میگیرن، آب است، اینا که آب میگیرن خون است، این عذاب ها سر از اینا هست، باید تسلیم شون. ولی انسانی که مجرم باشه و متکبر باشه، با وجود دانستن حق قبول نمیکنه. ولما وقع علیهم الرجس، وقتی که بالای از اینا عذاب میامد، قالوا، باز میگفتن یا موسی، میامدن پیش موسی علیه السلام، ادعو لنا ربک، بر ربت بر ما دعا بکو که بما عهد عندك، به او عهدی که الله امرای تو که داره، لئن کشفت عنا الرجس، اگر امی بلا را، امی سختی را از ما دور کنه، لنؤمنن لک، ما قسم یاد میکنیم به تو ایمان بریم، ولنرسلن معک بنی اسرائیل هم آزاد میکنیم، امرای تو میگذاریم که برن. فلما کشفنا عنهم الرجس، الله متعال میگه چی میکنن دشمنای توحید؟ ازشان چی هست؟ عهد شکنی هست. دشمن توحید در مجبوریت، در سختی می تسلیم میشه، وقتی که سختی دور شد، باز پس به اون گمراهی خود حرکت میکنن. فلما کشفنا عنهم الرجس، وقتی که ما دور کردیم از اینا با قدرت و عظمت خود همین سختی ها را، الی اجل هم بالغوه، تا وقتی که اونا میرسیدن، اذا هم ینکثون، اینا باز عهد خدا مشکستانن، اما وعده‌ای که به موسی علیه السلام کرده بودن او را پس مشکستاندن. جزایشون چی بود؟ الله متعال میگه که دشمنای توحید الله متعال جزا میده. فانتقمنا منهم، از پیشون انتقام گرفتیم. فاغرقناهم فی الیم، اینا رو در بحر غرق کردیم. بانهم کذبوا بآیاتنا، به خاطر که اینا تکذیب کردن با آیات ما، و کانوا عنها غافلین، و از آیات ما غافل بودن. و اورثنا القوم الذین كانوا یستضعفون، زمین آل میراث از اینا رو برای کی دادیم؟ خلافت زمین برای کی قرار میگیره؟ برای بنده های الله که ضعیف بودن در مشارق ارض و مغارب، در شرق و غرب. اینا چی میکنن؟ التی بارکنا فیها، او سرزمینی که بالای از اینا برکت الله هست، در شرق از اینا و در غرب از اینا ظلم بود، کلش بالای کی؟ بالای بنی اسرائیل. الله متعال میگه ما بر از اینا همین ضعیفا را قدرت دادیم، توان دادیم، خلافت دادیم، زمین الله را برشان دادیم که شما حکم الله را در زمین الله تطبیق بکنید. و تمت کلمت ربک الحسنى، و تکمیل شد امو کلمه رب تو، سخن رب تو، وعده رب تو به شکل بسیار خوب علی بنی اسرائیل، بر بنی اسرائیل. چرا؟ به ما صبروا، به خاطر که اینا صبر کردن. و دمرنا، و ما هلاک کردیم، نابود کردیم، ما کان یصنع فرعون و قومه، آنچه که فرعون و قومش میکردن، تمام امکانات زنا را برشان نابود کردیم. و ما کانوا یعرشون، حتی چیزهایی که بلند کرده بودن، قصرهایی که ساخته بودن، برشان چی شد؟ همه زنا را برشان نابود ساختیم.
آن مطلب دوم در آیت بعدی شروع میشه که آل امتحانات بنی اسرائیل میشه. بنی اسرائیل تمام معجزات دیدن، تمام سختی ها را دیدن، تمام مشکلات دیدن. آل اینا باید چی باشن؟ آل اینا باید مردمایی باشن که تسلیم حق باشن و بعد طرفداری حق باشن و حق قبول بکنن و تسلیم شون. آل بیان میشه که خلافت الله بر از اینا داده شد، زمین الله بر از اینا داده شد، در جاهایی که سر اینا ظلم میشد ظالما از بین برده شد، به چشم خود دیدن فرعون خلق شده بشن. کلش قدرت الله هست. آل بنی اسرائیل چی رو شروع کردن؟ باید دیگه اطاعت بکنن. لکن بعد از همه آل اینا وقتی که ظالما از بین رفت، وقتی قدرت مظلوما گرفتن، اینا هم آیسته آیسته چی کردن؟ انحراف شروع کردن. اول انحرافشان چی بود؟ خواسته های بیجا. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، الله متعال میگه ما بنی اسرائیل از بحر گذراندیم. فرعون در بحر غرق شد، لکن بنی اسرائیل اینا از بحر تیر شدن. همراه موسی علیه السلام وقتی که تیر شدن اون طرف، علی قوم یعکفون علی الاصنام، قریه تیر میشه یک جای سعی میگن بت پرستا هستن. قالوا یا موسی، بر موسی علیه السلام گفتن که این موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه، بر ما هم همین قسم یک بت جور کن مثل که اینا بت ها دارن، معبودای باطل. قال موسی علیه السلام گفت که انکم قوم تجهلون، شما قوم بسیار جاهل هستید. اینا بت پرستا اینا خود جاهل و نادان هستن. شما براتون پیغمبر آمد، دیواز یک پیغمبر، دو پیغمبر، دیواز یک معجزات متعدد، دستی اول دشمن تا فرعون لشکرش غرق شد، کل چیز دیدین، حال باز هم خدا به جهالت انداخته. این هؤلاء متبر ما هم فیه، یقینا که یا کار میکنن که اونا به اون هلاک میشن. این بت پرستی خب هلاکت است. و باطل ما کانوا یعملون، کاری که اینا میکنین باطل است. شما چرا این کارا میکنین؟ قال برشان گفت اغیر الله ابغیکم الها، بغیر از الله بر شما معبودی قرار بدم. و هو فضلکم علی العالمین، در حالی که الله شما را این فضیلت بر عالمیان داد. در اون عصر این فضیلت بر شما داد، خلافت خدا الله، خلافت زمین بر شما داد که شما حکم الله را در زمین الله تطبیق بکنید. و انجیناکم، الله متعال برشان میگه که وقتی شما را نجات دادیم از آل فرعون، یسومونکم سوء العذاب، فرعون بر شما سختترین عذاب میرسند. یقتلون ابناءکم، فرزندایتان بس بسیار شکل وقیح و شکل بسیار زشت قتل میکردن، بسیار بیرحمی. و یستحیون نساءکم، نمیگفت که یقتلون، یقتلون، بسیار با ظلم و با بسیار جنایت قتل میکردن. و یستحیون، نگاه میکردن دخترها و خانمایتان. و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، دیمی یک امتحان بزرگ ربتان. خب آل موسی علیه السلام به کوه طور میره و هارون علیه السلام پیش از اینا میمانه. الله متعال میگه وعدنا موسی 34 لیله، بر موسی علیه السلام 30 شب وعده دادیم، 30 شب و روز. و اتممناها به 10، تکمیلش کردیم با 10 دیگه که یعنی فتم میقات ربه 40 لیله، که میقات رب تو این چی شد؟ 40 شبانه روز تکمیل شد. و قال موسی لاخیه هارون، موسی علیه السلام و برادرش هارون گفت که اخلفنی فی قومی، تو جانشین من در قوم ما باش. و اصلح، و اصلاحات بیار. ولا تتبع سبیل المفسدین، گوش که راه فاسدها را پیش نگیری. ولما جاء موسی لمیقاتنا، الله متعال گفت وقتی موسی علیه السلام به میقات ما آمد، و کلمه ربه، الله با امرش سخن گفت. یکی از صفات الله سخن گفتن است که با این جمله بیان شده، و کلمه ربه. این بیان صفت الله با جمله فعلیه میگه. پس الله سبحانه و تعالی با موسی علیه السلام سخن گفت، سخنی که به جلال و عظمت الله شایسته هست. تشبیه، تعویل، تعطیل را نمیکنه.
قال رب موسی علیه السلام گفت که ارنی انظر الیک، یا الله من خو گپایت را شنیدم، آل برای من اجازه بده که من شما را ببینم. قال لن ترانی موسی، الله متعال گفت تو مرا دیدن نمیتونی، این چشم هایی که شما دارین این قدرت دیدن الله را تواناییش نداره، ولکن انظر الی الجبل، به طرف کو ببین، فاین استقر مکانه فسوف ترانی، اگر کو تانست که در جای خود باشه، توانایی داشت، توان دیدن استقرار پیدا کرد، باز مرا دیدن میتونی. فلما تجلی ربه للجبل، وقتی که الله متعال تجلی کرد، این دیگه صفت الله هست که الله متعال تجلی میکنه و کو ما با ایمان داریم و کیفیتش نمیفهمیم و مداخله هم نمیکنیم چون مربوط غیب است. جعله دکن، میگه کو با تجلی الله کوبیده شد، سرنگون شد، تکت تکه شد و خر و سقوط کرد موسی علیه السلام صاعقا بیهوش. موسی علیه السلام بیهوش افتاد، یا حالت که میبینه که کو تکت تکه بشه. فلما افاق، وقتی که دوباره موسی علیه السلام به هوش میاد، قال میگه سبحانک تبت الیک، یا الله من توبه کردم، من تقاضایی کرده بودم که نباید میکردم، و انا اول المؤمنین، و من نخستین مؤمنان هستم، یا الله من مؤمن هستم، باور دارم، ایمان دارم و قدرتت و عظمتت. آن رسالت موسی علیه السلام ثابت میشه. قال یا موسی، ای موسی، الله متعال برش میگه ای موسی انی اصطفیتک علی الناس، من تو را برگزیدم، موسی علیه السلام من حیث پیغمبر الله، به رسالتی که رسالت مرا و به کلامی و به کلام مرا که تورات کلام الله هست و رسالت الله، فخذ ما آتیتک، آنچه که برات دادیم، و کن من الشاکرین، بگی و از جمله شاکران شکر کننده باش. و کتبنا له فی الالواح، دویل لوحاتی که تورات نوشته شده بود، دی تخته هایی که نوشته شده هست، من کل شی، میگه هر چیزی رو میگه ما احکام دی نوشته کردیم، موعظتا و تفصیلا، احکام و به شکل تفصیلی لکل شی، برای هر چیز، حکم اقتصادی، حکم سیاسی، حکم اعتقادی، حکم عبادات، حکم معاملات، کل از اینا. فخذها به قوه، ایره با قوت بگی، و امر قومک یأخذوا به احسنها، که قومت هم بگو اینا را که به احسن این احکام که است اوامر الله را بگیرن و از نواهی خود دور برن. سأریکم دار الفاسقین، بر شما من نشان میدم سرزمین فاسقا را. دشمنای توحید هم براتون معرفی میکنم چی صفت دارن. سأصرف عن آیات الذین یتکبرون، من منصرف میسازم از آیات خود کی را؟ اول کسایی که صفت تکبر دارن، فی الارض بغیر الحق، تکبر میکنن در زمین بدون حق. و این یروا کل آیت لا یؤمنوا بها، این مردم اگر کل آیات الله را میبینن ایمان نمیارن. و این یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اگر راه مستقیم برشان نشان داده شود. این صفات دشمنای توحید. ما شما گفتیم که الله متعال اهل توحید معرفی میکنه و دشمنای توحید معرفی میکنه. اهل توحید معرفی، اهل توحید صفاتشان، قصه هایشان، پاداش دنیوی، پاداش اخرویشان. دشمنای توحید 5 تا دیگه معرفی میشن که چی بودن؟ که صفات معرفیشان، صفاتشان، قصه هایشان، جزایشان در دنیا و جزایشان در آخرت. 14 نقطه که توحید در قرآن بیان میشه، 3 تاش مربوط الله هست، اقسام توحید، معرفی الله و صفاتش و عباداتش و احکامش، و حقوق توحید و لوازم توحید. 3 بود، 5 اهل توحید، 5 دشمنای توحید، تا 3 13 آخریش 14 نقطهش نواقص و نواقض ایمان، شکننده های ایمان و نقصان کننده های ایمان. این باز معرفی میشه. آن الله متعال که معرفی میکنه که دشمنای توحید چند صفت دارن. اولش یتکبرون است، یک صفتشون بدون حق. دوم، هر قدر برشان دلیل بیاید ایمان نمیرن. دو، اگر برشان سبیل رشد، راه هدایت نشان داده شود، او را اختیار نمیکنن، لا یتخذوه سبیلا. و این یروا سبیل الغی، اما برعکس از اگر راه گمراهی بر از اینا چی شود، راه گمراهی و غلط ببینن، باز او را اختیار میکنن. این 4 صفتشان است
چرا؟ ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا. چرا؟ اساسی صفتشان تکذیب آیات است. وقتی که یک نفر کتاب الله را و پیغمبر الله را قبول نکرد، بازیگه احکامش را قبول نمیکنه و کانوا عنها غافلین. این صفات چی هست؟ صفات دشمنای توحید هست. تکبر، دیدن دلایل بیمانی با وجود نرفتن برای مستقیم، گرفتن راه باطل، تکذیب و غفلت. این 6 صفت دشمنای توحید هست که اینجا بیان میشه. والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره، جزایشان چی هست؟ دشمن توحید 6 صفت شمال جزایشان رو بیان میکنن در دنیا. والذین کذبوا بآیاتنا و لقاء الاخره، کسایی که تکذیب میکنن با آیات ما و ملاقات آخرت، حبطت اعمالهم، در دنیا تمام حسناتشان از بین میره. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا جزا برشان داده میشه بغیر از اینکه اینا اعمال زشتی کردن؟ بنی اسرائیل حال چی غلطی ها را شروع کردن؟ موسی علیه السلام رفت به میعاد 40 شبانه روز. بنی اسرائیل باید چی میکردن؟ از ظلم فرعونی ها خلاص شدن، سختی ها خلاص شدن. بحر الله برشان اینا را از بحر، از پشت سرشان فرعون بود، طرف بحر بود، بحر برشان پاره کرد، نجاتشان داد، لشکر دشمنایشان کشت، از بین برد. حال اینا باید نظام الله را در زمین الله تطبیق بکنن، ولی اینا باز انحراف شروع کردن. واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا، یک کسی در بین از اینا به نام صابری بودی، خیلی یک دونه گوساله را گرفت و بر از اینا بیان زیورات آوردن، از اینا یک دونه گوساله ساخت. و از چی ساخت؟ از زیورات. عجلا چی ساخت؟ یک دونه گوساله. جسدا له خوار، و شکل یک مجسمه هست، جسد گوساله واره هست لکن صداها داره. علم یرو انه لا یکلمهم ولا یهدیهم، الله متعال میگه اینا عقل نداشتن که این حیوان نه همراهشان گپ میزنه، نه اینا را راه درست برشان معرفی میکنه. اتخذوه و کانوا ظالمین، اینا گوساله پرستی شروع کردن در حالی که اینا ظالم بودن. یکی از مفسرین میگن ای من بعد غیبتی فی جبل طور لمناجات ربه، وقتی که موسی علیه السلام رفت که با خالق خود مناجات بکنه و کتابی که حاوی از شریعت است، او کتابی که الذی سیسوسهم، این کتابی که سیاست از اینا را تنظیم و ترتیب میکنه. سیسوسهم بها موسی، که موسی علیه السلام با این سیاست میکنه و یحکمهم بموجبها، حکم میکنه، قضاوت و فیصله میکنه. یعنی هم نظام سیاسی و هم نظام قضایی مطابق تورات میشه در وقت موسی علیه السلام. یا عالم میگه سیسوسهم بها موسی و یحکمهم بموجبها و مقتضا قوانینها، مطابق قوانین ازی حکم میکنه. این نظام خلافت موسی علیه السلام هست. نتیجه اختیار عقیده نادرست و بدون تعقل و تفکر و پشیمانی ازی. ولما سقط فی ایدیهم، حالا وقتی که سقط فی ایدیهم، اینجا مثال واره هست، مثال واره گفته میشه که وقتی انسان حالت خراب خود میبینه پشیمان میشه. وقتی که اینا پشیمان شدن دیدن که ما بسیار بد کار کردیم، وقتی که موسی علیه السلام یا میبینن حالت بعد خود زشته که ما به چی کار زشت کردیم، ورأوا انهم قد ضلوا، دیدن که اینا گمراه شدن. قال لم یرحمنا ربنا، اگر الله والله ما رحم نکنه و یغفر لنا مغفرت لنکونن من الخاسرین، ما در جمله خاسرین میباشیم. موسی علیه السلام بسیار وقتی که حالت از اینا میبینن که رفتم این معجزات، این شکست فرعون، این نجات از فرعونی ها، این بحر، این کل چیز، شما شروع کردیم، شما کل از را گذاشتین شروع کردین به گمراهی با تمام این دلایل.
ولما رجع موسی الی قومه، وقتی که موسی علیه السلام به قوم خود میه، غضبان، اسفا، بسیار غضبناک میشه، بسیار متاسف میشه. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی، بسیار زشت از آنچه که بعد از نکردیم شما. اعجلتم امر ربکم، آیا شما در کار الله عجله کردیم؟ نگذاشتین که ما بر شما پیام الله رو برسانیم. باز برای غلط و منحرف رفتیم. و القى الالواح، اما لوحایی که در پیشش بودی انداخت و اخذ به رأس اخی، غضبش سر برادرش حاله سر از مویا و از ریش چیز میگیره هارون علیه السلام، یا جور رو کشش میکنه الهی به طرفش. قال هارون علیه السلام میگه ابن امی، ای پسر مادر من. حالا میخواد که عاطفه از اون چیز کنه که ای اولاد مادر من. ان القوم استضعفونی، قوم را ضعیف ساختن، یا که گپ شنو هستن که حق گوش میگیرن. و کادو یقتلوننی، ما که بر شما گفتم این کارا نکن، نزدیک بود مرا بکشن. فلا تشمت بی الاعداء، دشمنان سر ما خوشحال نساز. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، ما خدا را تایید نکردیم، اینا مخالفت با ما کردن، میخواستن مرا بکشن، مرا ضعیف ساختن، اینا اکثریت بودن، ما یک نفر چی میکردن در مقابل عزیز؟ مرا در جمله از اینا محاسبه نکن. موسی علیه السلام قالت میگه، گفت موسی علیه السلام رب اغفر لی و لاخی، الله مرا ببخش و برادر من، و ادخلنا فی رحمتک یا الله، ما و برادر من در رحمت داخل که خود پرستی و کفر شروع کرد. و انت ارحم الراحمین، تو بسیار رحم کننده ها هستی. ان الذين اتخذوا العجل، یقینا الله متعال کسایی که گوساله را پرستش گرفتن، سینالهم غضب من ربهم، بر از اینا غضب از جانب پروردگارشان میاد در دنیایی جزایشان، و ذلت میاد در زندگی دنیا. و کذالک نجزی المفترین، الله متعال کسایی که افترا و توبت دروغ میکنن همین قسم جزا میدیم. باز هم الله متعال به اساس رحمتش فرصت میده که کسی که اگر باطل هم هست الله باش فرصت میده که توبه بکنه. والذین عملوا السیئات، و کسانی که گناه میکنن، ثم تابوا، باز بعد از گناه خود توبه میکنن، من بعدها، بعد از این. خب اگر یک نفر کمونیست شد، سکولر شد، در لشکر طاغوت رفت، باز هم میتونه توبه بکنه و آمن و ایمان بیاره. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، الله غفور رحیم هست. روح اترج عذاب سرت نازل نکرده، ملک موت ندیدی، در عذاب نگرفتی، پس الله برات فرصت داده، میتونی که دوباره خود عزیز اشتها بکشی. الله متعال میگه که آل تورات که از کتاب آسمانی الله، ولما سکت عن موسی الغضب، وقتی که موسی علیه السلام غضبش دور شد، اخذ الالواح، امو لوحه هایی که دو و فی نسختها هدى و رحمت، در نسخه های چی از هدایت و رحمت است. للذین هم لربهم یرهبون، برای کسایی که از رب خود از الله میترسن. باز موسی علیه السلام از جمله از اینا 70 نماینده میگیره از بنی اسرائیل. و اختار موسی قومه، موسی علیه السلام از قومش 70 رجل شخصی را لمیقاتنا، برای میقات ما، فلما اخذتهم الرجفه، وقتی که اونجا اونا میرن، اونا یک زلزله میگیره. قال موسی علیه السلام یا ربی، رب من لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، یا الله اگر میخواستی اینا را در اینجا چرا هلاک، در اونجا هلاکشان میکردی و من هم هلاک میکردی. اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، یا الله ما را هلاک میکنی به خاطر که جاهلای ما این کارا را کردن. ان هی الا فتنتک، این امتحان توست، و دل من تشاء، هر کس رو بخوای گمراه میکنی، و تهدی من تشاء، هر کس رو بخوای هدایت میکنی. انت ولینا، یا الله تو دوست ماستی. فاغفر لنا، ما را مغفرت بکو، و ارحمنا، والله ما رحم بکو، و انت خیر الغافرین، تو بهترین مغفرت کننده ها هستی. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه، یا الله در دنیا هم بر ما حسنات بده، و فی الاخرت، و در آخرت هم حسنات بده. انا هدنا الیک، یا الله ما به طرف تو رجوع کردیم. قال الله متعال میگه عذابی اصیب به من اشاء، به هر کس که خواسته باشم عذاب خدا میرسانم. و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من واسعی هست به هر مخلوق. عذاب برای کسایی هست که جنایتکار هستن، اما رحمت من واسعی هست به تمام مخلوقات.
فساکتبها للذین یتقون. باز این من لازم میگردن بر کسایی که با تقوا هستن و یؤتون الزکات، اینا تقوا میکنن، زکات میتن. و الذین هم بآیاتنا یؤمنون، کسانی که به آیات ما اینا ایمان میارن، اینا ما بر از اینا میتیم. و در تورات و انجیل که هست بر رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بشارت داده شده هست. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه وقتی دین حق از خودش اسلام است، باید آمنت بالله و ملائکته و کتبه، باید و رسوله و کتابها و پیغمبران وقتی بر از نامه و کل از مسلمان شوند، بشارت است که باید بشناسن الذین یتبعون الرسول النبی الامی. مؤمنان واقعی در آخر زمان کسایی هستند که متابعت میکنن. از کی متابعت میکنن؟ الذین، کسانی که یتبعون متابعت میکنن الرسول، اون رسولی که النبی الامی، نبی ناخوان هست. الذی، اون پیغمبری که یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل، که در تورات و انجیل باید از اینا نوشته شده هست. حتی همین یک وقت من میخوادم همین بایبل، همین تورات تحریف شده و انجیل تحریف شده نه، در او هم وقتی که شما بخوانین علما ذکر میکنن مثلا دلایلی که هنوز هم باقی مانده، اگرچه تحریفات زیاد کرده لکن حالا هم دلایل است. مثلا آخر زمان پیغمبر در بین کوههای فاران میآید. کوههای فاران، کوههایی که در اسماعیل علیه السلام هست و برشان کوه فاران وقتی میگه آخری پیغمبر در کجا میاد؟ در بین کوههای فاران. کوههای فاران میگم این کوههایی است که در اینجا اسماعیل علیه السلام بود. پس آل هم در وقت رسالت هم چی است؟ در تورات و انجیل بر از اینا ذکر شده، خصوصا تورات که تحریف نشده و انجیل که تحریف نشده. اینجا برشان گفته شده که آخری پیغمبران میاد. او پیغمبری که امی هست، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، به نیکی ها امر میکنه، از زشتی ها نهی میکنه، حلال بیان میکنه، یحل لهم الطیبات، چیزهایی که از جانب الله حلال شده برشان را تبلیغ میکنه، میرسانه. و یحرم علیهم الخبائث، و شریعت الله که چیزهایی که خبیث است حرام گفته الله، اینا برشان بیان میکنه. و یدع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، و از او بند زنجیرهایی که بالا از اینا بود، اینا کسایی که ایمان میارن از او بندها و زنجیرها اینا را دور میسازن. فالذین، پس کسانی که آمنوا به، ایمان میارن به پیغمبر، و عزروه، اینا تایید میکنن، حمایت میکنن، و نصروه، نصرتش میکنن. و اتبعوا النور الذی انزل معه، و این نور، چراغ روشنی که قرآن است که به امر از این نازل شده، از این اطاعت میکنن. اولئک هم المفلحون، یا کامیاب هستند. الله متعال رسالت جهانی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا ایها الناس، ای مردم. یعنی وقتی که خطاب ناس میشه، تمام مردم، سیاه پوست و سفید پوست و سرخ پوست و امریکایی و استرالیایی و افریقایی و آسیایی و اروپایی و انتریکتوکایی، اگر اونجا به کل جهان بشر چی از خطاب است؟ یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، من رسول الله هستم برای تمام شما، تمام بشریت جمیعا. این از طرف الله هست. ای مردم کره زمین، ما پیغمبر شما هستم برای تمام شما. لهو خاص است برای الله ملک السماوات والارض، مالکیت و تصرف آسمان ها و زمین. لا اله نیست معبود به حقی که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش اطاعت شود الا هو، بغیر از او. یحیی، او زنده میکنه، و یمیت، او است که میمیراند چون رب العالمین است. فآمنوا بالله و رسوله، پس ایمان بیارید به الله و رسولش. النبی الامی، پیغمبر ناخوان. الذی یؤمن بالله و کلماته، او پیغمبر که به الله و به کلام الله ایمان داره. و اتبعوه لعلکم تهتدون، شما از مطابقت کنید تا که شما هدایت شدید. و در قوم موسی علیه السلام کلی زشت نبودن، مردمای خوبی هم بودن. و من قوم موسی امت یهدون بالحق، در قوم موسی علیه السلام یک تعداد کسایی بودن که اینا به حق هدایت میشدن و بهی یعدلون، و اینا به حق عدالت